ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان ثبت ویدیویی بیانات منوچهر شیروف ساکن 36 ساله محله برخوروغ شهر خوروغ و یکی از یاران نزدیک محمد باقروف یکی از لیدرهای غیر رسمی بدخشان را نشر کرد. منوچهر شیروف که در مرکز طبی آقاخان باعث پاسبان کار میکرد، بعد چند مرتبه رد کردن طلب اختیارا به مقامات حاضر شدنش صبح 31 مارس در جای کارش دستگیر کرده شد. شیروف در این ویدیو اتهامات به ضدش اعلان شده را اعتراف میکند و به زبان صرف ادبی و جا کلمه ها را هجا کشیده میگوید: من شیروف منوچهر سانه 4 نوامبر 2020 در یک جوکی با محمد باقروف و شعبانوف جمشید در حالت مستی قرار داشتیم. با автомашین شخصی محمد باقر در حدود شهر خوروغ به کار و فعالیت کارمندان ملیسا به یگان اساس فعالیت کردیم. در این وقت من از автомашین تبرع برآورده 2 مرتبه به автомашین خدمتی کارمندان ملیسا و 1 مرتبه با تبرع خود کارمند ملیسا را زدم. برای این کردارم از جانب مقامات 4 مرتبه به من دعوتنامه فرستاندند و من از گرفتن حاضر شدن به مقامات سرکشی کردم. از کردار کردگیم سخت پشیمانم. معلوم نیست که این بیانات او در چه شرایط ثبت شده است، ولی ریاست وزارت کارهای داخله بدخشان در گزارشش گفت که همه حرکت‌های تفتیشاتی نسبت به شیروف منوچهر در حضور خویشاوندانش انجام گرفته او در حضور خویشاوندانش به کارهای کردش اقرار شد. ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان روز 31 مارس خبر داد که منوچهر شیروف یک ساکن محله برخوروغ شهر خوروغ را برای افباشی‌هایش دستگیر کردند. منوچهر شیروف از جمله 6 تن از یاران نزدیک باقر از محله برخوروغ بود که مقامات 2 ماه پیش از این لیدر غیر رسمی منطقه سپردن آنها را طلب کرده بودند. باقر اون وقت این را رد کرده و گفت نمیخواهم که به جای من دیگران را زندانی کنند. به ضد خود باقر نیز مقامات بر اساس چند بند قانون از جمله تحقیر و لطکوب نماینده دولت پرونده گشودند. او به آن عیبدار می شود که شام 29 ینور رئیس اداره معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان لطفالله نوروزوف را لطکوب و از محله برخوروغ که نوروزوف در همان جا در قبات 4 بنای معارف زندگی داشت پیش کرده است. خود باقر این اتهام را رد می کند و می گوید با مؤلف فقط یک صحبت پدرانه انجام داده بود.